نقد جدی دارم نسبت به مناظره های ریاست جمهوری که من چیزی از اهل بیت توشون ندیدم. اگه شما دیدید من ندیدم. چیزی از فرهنگ به معنی آنچه که چی مردم به سمت ثقلین جذب بشن چیزی من ندیدم. اگه شما دیدید من اطلاع ندارم. و بار سال 92 هم همین رو عرض کردم. وقتی در بین مسئولین ما امام زمان غایب باشه از مردم دیگه چه انتظاری دارید؟ خورده بود به نیمه شعبان، اما اول یه آقا تبریک نیمه شعبان و فلان. او تو همون ایام بود. این خوب نیست. حتی من شنیدم یکی از مسئولین بعد از اینکه به مسئولیت رسیده بود، من آره انشالله دروغه، این تابلوهایی که تو دفتر کاریش و اینا تابلوهای مهدوی که اونجا بود حتی دستور داده بود جمع کنن. خب این یعنی چی؟ در ثانی مگه امام زمان مال شخص خاصه که بخواد به اسم یک نفر ثبت بشه این مال فلانیه فقط؟ نخیر، مال همه انسان هاست. منتها نمیشناسنش، ما باید آشنا کنیم. بابا شما نگاه کنید الان کنار گوش ما چه اتفاقی افتاده. وزیر دفاع عربستان و پسر همین مرتیکه ملک سلمان، محمد ابن سلمان، داره میگه ما چطور با ایران بتونیم بشیم سر یه میز مذاکره، ایرانی که مهدویت را قبول داره. یعنی برای اونا این مهمه و برای اینا مهم نی. اون سعودی زبون نفهم، اون ناندرتال، اون اونجا فهمیده، این اینجا نفهمیده. مردم اصلا از وظایف کوچی چشتون کور، دندتون نرم. نون امام زمان رو دارید میخورید. این مردم به برکت امام زمان شما رو به قدرت رسوندن. این مردم 38 سال پیش شعارشون بود خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. این مردم چیکار داشتن با امام خمینی اگه امام زمان نمیخواستن؟ ها؟ این مردم امام براشون گفت این انقلابو میخوام برسونم به دستای امام زمان که 38 سال پاکار وایستادن، خون دادن، تحریم تحمل کردن. پاک کنید جامعه را از فساد. پاک کنید جامعه را از انواع فساد. مهیا کنید جامعه شیعی رو برای نبودن گناه. وقتی سن ازدواج اینه، اوضاع اقتصادی اینه، این هم حجمه از اون سمت وجود داره، تو فکر کردی این بچه پیغمبره؟ حالت خوش نیست ها. ما در مناظره های انتخاباتی دقیقاً وعده هایی بشنویم که هیچ سنخیتی با تربیت جامعه مهدوی نداره و دقیقاً تحریکی به سمت لهو و لعبه. آقا جان مثل که یادتون رفته ما 38 سال گفتیم نمیخوایم مثل بقیه دنیا باشیم. ما 38 سال پیش والا تا اونجا که به ما گفتن، حالا سن ما که قد نمیده، به ما اینجوری گفتن که ما با آمریکا خیلی هم جور بودیم قبل انقلاب. F-14 F-16 اینا هم F-14 داد، F-16 هم داشت میداد. ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم. بعد چی بالا پایین این طرف اون طرف، بعد 38 سال بگیم که تازه بری دوباره مثلا سمت اونها با مدل درجه 20م. مثلا برای چی انقلاب کرد؟ میگه یادشون رفته یه دی. هدف انقلاب گم نشه، هدف انقلاب مهدویت ها. مهدویت معقول ها، نه دکون دستگاه. امام زمان دکون دستگاه کانیزه واسه نون در آوردنشون و پدر سوختگیاشو. نه، مهدویت معقول مردم تشخیص باید بدن. نمیدونن مردم، توجیه کنید مردمو. یاد بدید به مردم. برای سلف اینکه یه نفر اسم امام زمان به راه امام زمانی نخه. لفظه همه میتونن بگن. و خارجی هم میتونه حفظ بشه بگه. ما در همین ایام انتخابات تو کانال مؤسسه خودمون، مؤسسه مصاف، اونجا دولت مردان مهدوی هی پست میذاشتیم که از نگاه امام زمان یک دولت مرد مهدوی چیه. این همه حجم از اتهام، توهین، ساختار شکنی
جلو رسانه شیعه خانه امام زمان، جلو چش مردم. تو اینجوری اونجوری. یعنی چی؟ من مناظره سوم که تموم شد یه پستی گذاشتم، گفتم بنویسید از نقل من یکم بنویسید بازنده مناظره‌های امروز مردم بودن و جمهوری اسلامی بود که مردم کار ندارن، این چپ راست فلان، به این نتیجه رسید که همه میخورن. بعد چقدر اینا درسته، چقدرش تهمته ها. حالا بگو یه گیر کردی، خب تو هم 5000 میلیارد بردی، حالا کنتور میندازه، همون لحظه بریم بررسی کنیم. گیر کردی یارو، حالا که چیزی ما بگیم، بگی برو. بی اخلاقی. برخی از سفره استانی شرم، والله به خدا قسم خجالت داره، به قرآن قسم من تنم میلرزه. همین دیروز یه بابا اومده دفتر ما، گفتم باور میشه من با حال یک اینا یه بار گریه کردم. که کجا داری میری؟ برای چی؟ برای چی؟ میدونی چی میگم؟ تهش 1.5 متر قبر بیشتره. من هاشمی نمرد، همتون میمیرید، هممون میمیریم. اون همه دبدبه کبکبه بگیر ببند رئیس مجمع تموم شد. یه دقیقه نصفه ساعت 7 بعد از خبر ما تموم فاتح. یه دی رفتن تو شوک. همین اوضاع هممون همینه. بهرام که یک عمر گرفتی همه گور، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ و برای چی؟ بعد من نمیدونم این لامصب صندلی چیه؟ به امام زمان نمیفهمم. یعنی خیلی بهش فکر میکنم، این تنه آدم میلرزه. ببین من هیچ مسئولیتی هیچ جایی ندارم، از هیچ جام حقوق نمیگیرم. همین دیروز بنده خدا اومد راجع به همین داشت با من بحث می‌کرد. میگفت من برای همین گفتم والی کنه گرم. میگفتم من وقتی به این فکر میکنم که چطور باید پاسخگو باشم تنم میلرزه. من یه امضا کنم 1 میلیارد اینور بره اونور، یا خدا 1 میلیارد. شهید رجایی زمانی که رئیس جمهور شد من میگم 17 میلیون چقدر یادم نیست، 15 میلیون مثلا ما دانش آموز داشتیم، وزیر آموزش پرورش بود اول شهید رجایی، گفتش که من یا 15 میلیون بار میرم بهش یا 15 میلیون بار میرم جهنم. بعد تو مثلا بیای برای مثلا ریاست جمهوری 80 میلیون که دقیقاً معیشت مردم، فرهنگ مردم، همه اینا دست توه. یک بخشش دست توه دیگه. مگه میتونیم بگیم تصمیمات اثر نداره؟ ها میتونی فاتحه مملکت رو 3 سوت بخونی، میتونی مملکت رو تعالی هم بدی. فلذا قبول مسئولیت تو جامعه، تو جمهوری اسلامی ایران از خودگذشتگی است. یعنی طرف میگه آقا هیچ کس جز من الان نمیتونه مملکت رو نجات بده، ها در خودش اینو میبینه و مطمئنه هیچ کس دیگه هم چیه نمیتونه. میگه که توی همچین مواردی شرعاً شما باید اصلا وارد بشی. خیلی هم جیگر میخواد. به محمد بروجردی من گفتم به فرمانده سپاهشو گریه میکرد، میگه خیلی نامردید، میخواد منو بدبختم کنید. به رفیقاش میگم من خب بذار فرمانده سپاه من مسئول این کار بکنید. گریه میکرد مسیح کردستان محمد بروجردی. خب این نگاه گرفته شدن مثلا که اینجوری میکشن خودشونو برای رسیدن به جایی. آقا من این چیز به شما بگم، اینا نکته آخر من. عجب چیزی، این دریاچه‌های آرومو دیدید؟ یه سری کریکودیل توشن، فقط 2 تا چشم بیرون از آب، هیچی دیده نمیشه. دیدید؟ اصلا تصور کنید. بعد میبینید 4 ساعت همین جوریه آروم، اصلا پرنده پر نمیزنه. یه سری گاوا اومدن آب بخورن اون بغل، یه هویی میزنه بیرون، یک اینا رو میگیره میکشه تو، تموم. اینو که خورد دوباره میره چی؟ استندبای میشه، دوباره میره تو همون حالت آرام. دمدمای انتخابات بعضی از این آقایون خودشونو نشون میدن. اینا رو تو ذهنتون ثبت کن. فهمید چی شد؟ دمدمای انتخابات اینا یه لحظه میزنن بیرون، خودشونو نشون میدن. اینا ثبت کنید. اینا بعد این مستند میسازن صحنه، یادتون نره کی از کی حمایت کرد. درست شد؟ کی برای کی پول خرج کرد، کی برای کی مایه گذاشت، کی سکوت کرد. من دیدم یکی از این هنرمندا رپره آیه مقصودلو
اومد این همه هنرمند یه نظری داشتن، ایشون هم یه نظری داشت. مثلا کارم ندارم به نظر کی خوبه کی بده ها، اینو دقت کنید ها. همه باید بابت نظری که دارن میدن اون دنیا چی بشه بگید پاسخ بدن. نگاه کردم ایشون هم یه نظری داشت. آقا توپخونه رو گرفتن رو این رب و روب بشه یکی کرده. من قاطی کردم. یه نامه نوشتم، نامه سرگشاده که همه خیلی هم دیده شد، یعنی خونده شد اینا. بعد چندین نفر از هنرمندا و هنرپیشا من زنگ زدن بعد اون نامه تماس داشتن. بعد گفتم بابا این چجوری این 88 برای موسوی خود همین آی مقصود رو برای 88 برای موسوی خوند، چون موقع کسی فوشش نمیداد. حالا این دفعه به یکی دیگه آقا مگه نمیگید آزادی بیان لامصبا؟ چون که صبح تا شب دارید میگید آزادی بیان، یا بگید این دروغه حرف مفته یا بگید نه چون نظرشو عوض کرده. میگید مثلا منافق نظرش عوض، چرا نوریزاد که نظرشو عوض کرد از اونور رفت سمت شما چرا به او فوش نمیدید؟ میگید هدایت شد. چون خودتون مبنا، نفس شما مبناست. من اینو نمیپذیرم. بعد تو اون نامم هم اشاره کرده بودم به یه تیکه از مصاحبه آیه امیر جعفری که مصاحبه ازش اومده بیرون که با مردم رعیت یه کیسه برنج کیسه نمیدونم سیب زمینی بیشتر میخوان برای رعیت، یعنی بعدایی که مثلا کیسه برنجی و سیب زمینی و چیزا. منم نوشتم مگه ندیدی یکی از همینها چند وقت پیش مردم رو رعیت خوان، یعنی استایل ارباب رعیتی بود و فلان. بعد ایشون با من تماس گرفت، نمونای امیر جعفری، و گفت استاد به پیر به پیغمبر ما 11 تا خواهر برادریم، بچه پایینم، درد مردم رو میفهمم، من نمیدونم اون مصاحبه طولانیه یه بخش. من گفتم کل مصاحبت رو گوش کردم. من کل مصاحبت رو گوش کردم و یه بحث رپورتاج تبلیغاتی بود که برای یکی از کاندیداها شما داشتید میگفتی آقا مثلا اینجوری شده و بعد گفتش که ایشون، من چون باید آدم انصاف رو رعایت بکنه، ایشون گفتش که نه به هیچ وجه منظور من این نبوده، هرچند این برداشت شده اما منظور من این نبوده. منم بهشون گفتم من قول میدم در اولین سخنرانی که دارم حتما اینو بگم. میگم ایشون اصلا و ابدا منظورشون خودشون دارن میگن این نبوده و همونقدر که اون لحظه دفاع از اون خواننده برای من مهم بود به عنوان یه نفر از این مردم، همین الان دفاع از هر هنرمندی که چی اعتقاد به کشورش داره ولی حالا هر نظر سیاسی داره، اون بابت نظر سیاسیشون وارد دونه و جواب بده، خودش میدونه. این مهمه. خود آقای جعفری از یه پستی گذاشته بود تو اینستاگرامش که چگوارای من سردار سلیمانیه، یعنی اگه شما قهرمانی دارید برای من این قهرمان سردار سلیمانی. یا در مورد فرانسه ایشون نوشته بود که اینا خودشون به من گفتن و من اطلاع نداشتم قبلش، گفتن که آره من فرانسه وقتی بمبگذاری اتفاق افتاد نوشتم چاقو دسته خودش رو برید. خب اینا موزه‌گیری چیه؟ خوبیه؟ اینا رو باید گفت. خلاصه میخوام بگم و این ایام انتخابات یه جوری لاجرم همه باید چیکار میکنن؟ خودشونو چیکار میکنن؟ رو میکنن. متوجهید؟ و خوبه برای شناسایی. یادتون نره اینا رو ثبت کنید. ثبت کنید. حتما تو ذهنتون ثبت کنید و فراموش نکنید. ببین یه وقت به خاطر یکی دیگه جهنم نری، این خیلی احمقانه است عزیز من. مثلا طرفدار یه جناح سیاسیه بمیره دیگه همینجوری میره جلو، خورده زمین سینه خیز رو آسفالت نصفش ساییده شده همینجوری داره میره بازم. خب بلندش خودتو بتون اشتباه کرد. این آدم اونجوری به من فکر میکردم نیست. این آدم وعده هایی رو که داد انجام نداد. الان خیلی وعده ها در انتخابات داده شد، درسته؟ من به یکی از دوستان عرض کردم گفتم سریع یه سایت بزنید، خب همین وعده‌ای که رئیس جمهور منتخب و محترم آقای روحانی داده رو حتما ثبت کنید. ببین شما توی مناظره اینا فیلماش هست، اینا رو گفتید و ما منتظریم. براش هم ددلاین بذارید، تایمر بذارید، کانتداون بذارید، این شمارش معکوس بذارید. شما گفتی من در هر سال 900,000 تا شغل وجود میارم. شروع کردیم بسم الله. الان چند روزش گذشت. درست شد؟ این که نمیشه هم چیزی بگه و این باعث میشه اون مسئولین تو خط بمونن. پس وظیفه من و تو جمهوری اسلامی سر خط نگرشتن این مملکت و این آدماست. فکر نکنیم ما بی تفاوت باید باشیم، نه خیر. ما به هر کسی که رأی میاره احترام میذاریم. به نظر من کمک هم باید بکنیم. امیرالمومنین به کسایی که حقشو گرفته بودن کمک کرد، میومدن ازش مشاوره میگرفتن. اصلا به شما بگم
خلیفه دوم در جنگی که با ایرانی ها داشت، اگر به مشورت طلحه گوش کرده بود و بقیه صحابه، یقینا شکست خورده بودن. مشاوره درست امیرالمومنین را نجات داد. برای چی؟ حالا که این شده ما باید بگیم با شرایط موجود بیشترین نفع و منفعت رو کی ببره؟ کشورمون باید ببره. اینو باید درک بکنیم. هرچند عده‌مون به ایشون رأی داده باشیم یا نداده باشیم، باشه دیگه الان ایشونه. باید کمک کرد. متوجه سنگ اندازی نکرد اما خواست. اصلا سنگ اندازی خیانته در بعضی مردم که نمیشه سنگ اندازی، اما خواست. بگه آقا این وعده رو بسم الله انجام بده. اینو باید خواست.